وقت بخیر مجدد دانش آموزان عزیز. بریم برای حل سوالات فصل الکتریسیته ساکن. سال اول گفته در یک میدان الکتریکی یک نواخت به بزرگی 10⁴ نیوتن بر کولون که جهت آن قائم و رو به پایین است، ذره بارداری به جرم 5 گرم معلقه. این خیلی مهمه. بار ذره چقدره؟ این فکر کنم تمرینات خود کتاب درسی سال خیلی آسون. این هم یه هدیه است برای دانش آموزان. گفته جهت میدان رو به پایینه، این جهت میدان، خب جهت ای. بعد گفته ذره معلقه، این یه ذره به جرم ام که معلقه یعنی نیروهاش هم دیگه رو خنثی کردن دیگه، درسته؟ وزن به سمت پایینه، پس حتما باید اف به سمت بالا باشه. چرا؟ چون معلقه، باید نیروها هم دیگه رو خنثی کنن، درسته؟ چون معلقه. خب بریم برای حل. باید F برابر W باشه. F برابر W. F که میشه QE، درسته؟ از فرمول E مساوی F بر Q طرفین وسطین کنیم، F دست میاد QE. این QE برابر MG. فقط یه جاگذاری میخواد، تمام شد. Q که مجهوله، البته این قدر مطلق Q، درسته؟ E که خودش گفته چقدره؟ 10⁴. این 10⁴ برابر M خودش گفته 5 گرمه. 5 گرم میشه 5 ضرب در 10⁻³ جی هم که خودش گفته 10، درسته؟ خب این میشه 5 ضرب در 10⁻²، یعنی به این شکل شد Q ضرب در 10⁴ Q ضرب در 10⁴ برابر 5 ضرب در 10⁻² شد، درسته؟ طرفین تقسیم بر ضریب مجهول، این طرفین تقسیم بر 10⁴. خیلی واضحه که این دوتا با هم میرن و Q به دست میاد 5 البته قدر مطلق Q به دست میاد 5 ضرب در 10⁻6 کولون یا همون 5 میکروکولون. ولی این قسمتش مهمه، چون F به سمت بالاست و E به سمت پایینه و E و F مختلف الجهتن، پس حتما بار ذره منفیه، یعنی از همون اول این دوتا باید رد میشد، درسته؟ اگه F و E هم جهت بودن بار باید مثبت بود، ولی چون مختلف الجهتن حتما منفیه. 1 و 2 که حذفه، به دست اومد 5 میکروکولون، چون 5 ضرب 10⁻6 میشه 5 میکروکولون، درسته؟ که جواب به دست میاد گزینه 3. تمرین خود کتاب درسی بود، خیلی هم آسون بود. سال بعدی گفته 4 ذره بادام مطابق شکل موجودند. اگه نیروی خالص فاز بر بار Q4 برابر رادیکال 2 منهای 2 نیوتن آی باشد، Q2 چند میکروکولون است؟ خب گفته برآیند نیروهای وارد بر Q4 برابر رادیکال 2 منهای 2، درست؟